من که نمیتونم الان برای همین 4 تا تیکه‌ای که مونده یه کورس دیگه حساب کنم. ای بابا به خدا آدم حسابی بودن هم بد نیست. یه لحظه گوشی صبر کن، من پشت خطی دارم. صبر کن. سلام آقای سهیلی. ممنون. آره دیگه همه رو باره کامیون کردیم بردیم. الان میخوام بیام. آره 1-2 ساعت دیگه بیام. آره اون موقع خوبه باشه. پاشو جمع کن خودتو دیگه. وسط این گیر و گرفت تو رو هم باید من جمع کنم. بردار بابا. چی تا حالا درست شده که زبون من درست شد؟ این مسئولیتی شما منو ربط داره به زبون من؟ اگه اینجا بودی میدیدی با معذرت خواهی هیچ چیزی درست نمیشه. تو هم هیچ وقت منو نمیفهمی. خودش ول کرده رفته، بعد زنگ میزنه اردن آشتا میده. ببین خسروی میاد یخچالو تحویل بگیره، بعد تو زنگ بزن به من بهت بگم چیکار کنی. تو اینجا بمون. حواست باشه ها، یارو اومد تو بیا دم در وایسا، اون خودش بیاد یخچالو برداره. نه یا تو بمونه بگه نمیدونم آب میخوام، شربت بده، چای بده، آب بده، فلان بده. بیا بیرون ببینم چه غلطی داشتی میکردی. بیا بیرون ببینم چه گویی میخوردی تو. من 2 دقیقه نمیتونم تو رو تنها بذارم. هر وقت من یه کاری به تو سپردم دقیقا همون بار تو گند زدی. گنده چی زدم شلوغش میکنی؟ شلوغش میکنم؟ این پسر چیه؟ گند از این گنده تر؟ این قرمساق کی آورده تو خونه من؟ پسر مگه خودت کس و کار نداری تو؟ بیا بیرون ببینم. کس و کار کدومه؟ چی داری میگی واسه خودت؟ بچهای ساختمونه، یه چیز از دستم افتاد اومد ببینه صدای چیه، بعد بهش گفتم بمونه این یاری که میخواد بیاد تنها نباشم. آها با اون یاری تنها نباشی ولی با این تنها باشی. من خرم؟ آره من خرم؟ بیا بیرون. با تو هم با زبون خوش بیا بیرون. مامان تو الان عصبانی، تو برو من خودم میفرستمش بره. خفه شو چش سفید. اگه بابات اینجا بود که کشتتو گذاشته بود رو دست من. به این پسره بگو بیاد بیرون ببینم مال کدوم قبرستونیه. مامان چرا اینطوری حرف میزنی؟ فکر میکنی چه خبره؟ چی شده؟ بهت گفتم پسر همسایه است، نشستیم با هم 4 تا آهنگ گوش دادی، همین. چرا بی خودی بحران درست میکنی؟ پسر کدوم همسایه؟ مگه فرقی میکنه؟ اومده 2 دقیقه یه سری بزنه بره. فکر میکنی چی شده حالا؟ این محمد پسر اشرفه؟ نه مامان اون نیست، یکی دیگه است. زر نزن دروغ نگو به من میشناسم محمدو. بعد اون وقت میگی به خاطر سر صدا اومده؟ ببینم تو محمدی؟ به دست سگ مامانه به اون خوبی داری؟ خودت چرا اینجوری گوساله شدی؟ سرتو همینجوری میندازی میای بی تو. بهش بگو بیاد بیرون. الان زنگ میزنم مادرت بیاد اینجا هم تکلیف تو رو روشن کنه هم دختر منو. مامان چی کار میکنی؟ آبروریزی میکنی یا بهت میگم این پسر اشرف نیست. الو سلام. گوشی بله بفرمایید. سلام اشرف جان. ممنون. آره
میشه یه تو که پا بیای پایین؟ آره کارت دارم. خداحافظ. خانوم شما مگه با آقای سهیلی هماهنگ نشدین؟ چرا؟ گفتم خدمتشون 2 ساعت دیگه من الان کارگر دارم نمیتونم. گفتم بیاین دیگه. خب بذارید ما چند دقیقه برم ببینیم میریم به سریع. خدا الان نمیتونم. خب خانم ما که نمیتونیم 2 ساعت وایسیم بیرون گفتم که 2 ساعت خدمتتون الان شرایطشو ندارم. خانم چند ببخشید به خدا نمیتونم. وسایل تو جمع کردی به سلامتی؟ آره. خب خدا رو شکر راحت شدی. از پسرت خبر داری؟ پسرم؟ با پسرم کار داری؟ نه یعنی میگم میدونی الان کجاست؟ نمیدونم حتما بیرونه دیگه. بیرون یعنی کجا؟ با رفیقاشه دیگه حتما بیرونه نمیدونم. چطور مگه؟ پسرت الان اینجاست. تو این اتاق. چی میگی پسر من اینجاست؟ اینجا چی کار میکنه؟ منم خواستم همین ازش بپرسم که تو خونه من تو این اتاق با دختر من چی کار داره؟ دختر تو هم اون توه؟ آره جفتشون الان اینجا. وقتی من رسیدم اینجا بودن هراکر میکردن. تا منو دیدن ترسیدن دویدن رفتن تو اتاق. مطمئنی پسر من بوده؟ آره دیگه. پسر تو رو میشناسم. اون مشکی ابرو مشکی مگه چند تا داریم تو ساختمون؟ آخه قربونت برم پسر من اصلا از صبح خونه نبوده. آره خونه نبوده دیگه اینجا بوده. حالا صداش کن ببین جوابتو میده. محمد محمد جان آقا محمد بیا بیرون مادرت منتظره. پسر من آخه از صبح خونه نبوده اصلا. رفته خونه عمو شکباتان. بعدم پسر من چه ربطی به دختر تو داره؟ مگه نمیگه خونه عموش رفته؟ حتما خونه عموش هم اینجاست. اصلا پسر تو مگه عمو داره؟ حالا عمو که همکارمه. با هم رفت آمد خانوادگی داریم. محمد بهش میگه عمو. حالا این همکارت عمو هر چی. کاری که تو الان باید بکنی اینه که اینو از این تو بکشی بیرون این قضیه جمع شه بره. مهناز جان منو آوردی اینجا یه کاره به من میگی پسر تو این توه بکشش بیرون از اینجا. خب من اینو چه جوری بیارم بیرون؟ تو پسر به من نشون بده من میارمش بیرون. مگه نمیگه خونه عموشه؟ خب آره حالا همکاره. همکارت. زنگ بزن ببین اونجا هست یا نه. میگیرم الان ببین. بگیر. ببین خاموشه. حتما استخری چیزی رفته دیگه. استخر چیه؟ من میگم این دوتا این تو هم بعد تو میگی استخر؟ بابا پسر من چیکار به دختر تو داره؟ چه ربطی به اون داره؟ اصلا اگه پسر تو کار نداشته باشه دختر من کار داره. این کار نداره اون کار نداره نیست که اینا بالاخره یه جا کارشون به هم گره میخوره. همینجوری هم که کار پیش میاد. آخه اصلا اینجا که کسی نیست. صدایی از این تو نمیاد. تو هم ما رو فیلم کردی ها. محمد جان پسرمون تویی؟ محمد تو مظلوم‌تر از پسر من گیر نیاوردی یقشو بگیری بیاری وسط؟ بیا کلید پشت درم از تو قفل کردن. باز بگو این تو کسی نیست. خب آره راست میگی کلید پشت دره. ولی اینکه یکی اون توه یعنی اون پسر منه. برفرضم دخترت با یه پسر اون تو باشه. از کجا باید بفهمیم که پسر منه؟ ای بابا از خودش پرسیدم گفت پسر توئه. خودش گفت؟ آره خودش گفت. خود کی؟ مارال یا محمد؟ چقدر تو سقر و کبرا میچینی واسه من. میگم اون تو این دوتا. سلام آقای خسروی چقدر دیر کردی؟ دیر خانم چرا من پشت در وایسادم؟ من به شما گفتم 1 ساعت زودتر 1 ساعت اینجا بودم. هر چقدر در زدیم کسی در رو باز نکرد. بعد با شما تماس گرفتیم گفتی خودتو میرسونی. منم گفتم خب این سری مثل سری پیش شاگردم نشوندم اینجا یه تو که پا تا این بانک رفتم کار داشتم برگشتم. خب شاگردم اینجا بود دیگه کجاست؟ بلو من رسیدم کسی ندیدم. کجا بود؟ همینجا نشسته بود. در بالا رو که از همسایه‌ها باز کرد. من گفتم اینجا بشینه تا شما بیای. اومدی ندیدی شما اینو؟ نه من واحد کسی رو ندیدم. خب شاید رفته تو حیاط مجتمع.
یه پسر معمولی و چشم ابرو مشکی و یه ریشی هم داره. من ندیدمش. زنگ بزنم. شارژر دارید؟ من گوشیم خاموش شده از این شارژری؟ شارژرها. آره ببینید این بهش میخوره. ببینم. مرسی. الو سلام آقای سهیلی. بله اومدن. ولی اون موقع من خیلی سرم شلوغ بود گفتم برن بعدن بیام. نه آخه گفتم اینجا کارگرها هستن یه نیم ساعت یه ساعت دیگه اصرار داشتن همون موقع بیان تو. باشه بله هستم بگی میام. باشه خداحافظ. خانم یخچال کدومه؟ همینه دیگه. اینه؟ خانم که کلا با عکسش فرق داره که خانم. مطمئنید اینه؟ بله همینه. اون قیمتی که ما با هم صحبت کردیم راجع به اون یخچالی بودش که تو عکسه که زمین تا آسمون با این فرق داره. فتوشاپ کرده لابد. چی بگم والا شوهرتون پشت تلفن به من گفت این نوعه. من نگاه میکنم کلی ضربه و اینجا هم که کامل رنگش رفته. درش هم که ببینید گیر داره. خلاصه اون قیمتی که ما به شما دادیم برای اون یخچالی که تو عکسه. الان من از شما اینو بخرم تو وضع امروزه این مملکت چند بفروشم اینو؟ یعنی کسی بابت یخچال دست دوی بنجل پولی بهم میده؟ من دیگه اینا رو نمیدونم. شوهر من گفت با شما توافق کرده سر این قیمت از اینا بگیر. بالاخره واسه ما بیارزه خانم که بتونیم ببریمش. این شماره شاگرد منو میگیری خانم؟ من تلفنم یه طرفه شده ببینم کجاست. خط اونم مسدود شده 2 تومن الکی براش پول اومده. نمیدونیم والا بی خود و بی جهتی مملکت. از شاگردتون خبری نشد؟ نه والا بیاد که کمک میکنه یخچال میبریم بالا. نیومده که. حالا بیاد میتونه اینو ببره بالا؟ آره بابا جوونه ورزشکاره. میدونی ما چقدر واسه اینجا خرج کردیم؟ عجیبه والا. ما اینجا سقفش رو رنگ کردیم، نمیدونم اتاق خواب و من با قضیه گرم تمام لوله‌ها ترکیده بود ما برداشتیم درست کردیم. قرار بود همه اینا از سر اجاره کم کنه آقای سهیلی که نکرد. شما ندیدی تو ساختمون؟ نه چه شکلیه؟ یه بچه معمولیه، چشم ابرو مشکیه، مو مشکیه، یه تحریشی هم داره. نه ندیدمش. البته به خودتون هم میاد ماشاءالله ورزشکاره، میتونید خودتون تنهایی ببرین. آره ما دیگه اینقدر از این کارا کردیم مهرهای کمرمون جابجا شده. این که چیزی نیست. من ساید بای ساید رو جابجا میکردم. مثلا الان نیستیم که جووناش این شکلی. من اطلاع ندارم حساب کتاب شما با صاحبخونه‌تون چجوریه. فقط من میدونی که مسئول شارژ ساختمونه. بله. حالا امشب خودش میاد خونه رو تحویل بگیره. من صداتون میکنم بیاین پایین. حساب کتابشو بکنیم تکلیفش رو روشن کنیم. باشه دستتون درد خواهش نکنه. میکنم. ممنون. زحمت کشید. خداحافظ. آقای خسروی شما میتونید این در باز کنین؟ بله. قفله؟ آره. کلیدشو دارید خانم؟ کلیدشو داشتیم که خودمون باز میکرد. بعد چجوری قفلش کرد کلیدش نیست؟ از تو قفله. از تو قفله؟ چجوری؟ کسی داخله؟ حالا چی بگم بچه ما قهر کرده رفته اون تو. ببینم خانم اون ورش کلیده. الان شما قفل سازم بیاد که نمیتونه بازش کنه اینو. باید زنگ بزنی آتش نشانی در رو بشکن اینا رو بیاره بیرون. روز آخری که نمیتونم دیگه در بشکنم آتش نشانی با اون همه سر و صدا واسه یه الف بچه. اگه قهر کرده ولش کن. محلش نظر خودش میاد بیرون. آخه معطل همین اتاق موندیم. خونه رو خالی کردیم امشب باید تحویل بدیم. شما شاگردتون نیومد؟ شاگردم اینجا چند متره؟ هلوش 70 متر.
بهش نمیخوره. محلش چطوریه؟ محلش عالیه خانم. من 30 سال اینجا میشینم، تا حالا که مشکلی پیش نیومده واسه ما. نه اراذلی نه دعوایی. خیلی هم ساکت محلش. خیلی ساکته. این اتاقشه؟ آره اینجا اتاق خوابشه ولی باز نمیشه. درش قفل شده. حالا شما سالن رو ببینین، نمیخواد اتاق خواب ببینین. چرا در رو نمیشکنی؟ چی میگی تو؟ حالت خوبه؟ امشب دارم خونه تحویل میدم بزنم در بشکنم تازه؟ خب اگه مطمئنی یکی اون توه زنگ بزن پلیس بیاد قشنگ تکلیف روشن شه. و به پلیس چی بگم؟ بگم دخترم با یه پسر رفته تو، بیام بکشنش بیرون؟ دیگه آبرو میمونه برامون. تازه اگه پدرش بفهمه چی؟ دیگه پسر تو رو ول میکنه؟ هم گردن دخترشو میشکنه هم پسر تو رو. ایوا مظلوم‌تر از پسر من گیر نیوردی؟ هر چی میشه میندازی گردن پسر من؟ آقا اینجا سگ و گربه هم یه چیزیشون بشه میندازن گردن پسر من. طوری نیست، تو هم بنداز. چیا گردن بندازم؟ اصلا میفهمی حرف دهن تو؟ آخه تو چه جور مادری هستی؟ نمیتونی حضور پسرتو بو بکشی؟ نمیتونی بفهمی الان پسرت اینجا هست یا نه؟ من از کجا باید بفهمم پسرم اونجاست؟ هر پسر چشم ابرو مشکی پسر منه؟ هر پسر چشم ابرو مشکی هر جای دنیا هر کاری بکنه من باید بیام حساب پس بدم؟ حرفیه میزنی تو؟ از کی در بستن؟ از وقتی من رسیدم رفتن تو. پسر آشناست؟ گفت پسر این خانومه، یعنی همسایه‌مون. ایشون هم که زیر بار نمیره. زیر بار چی برم آخه؟ الکی بی سند و مدرک میگی پسرم اون توه؟ آقا جانم. شما از زمانی که اینجا بودین صدایی شنیدین؟ نه والا. اصلا صدایی میاد؟ تو واسه خودت تئاتر رو انداختی یا دلت خوشه؟ جواب نمیدن خانم؟ از وقتی این خانم اومدن دیگه جواب نمیدن. مثلا نیستن که جواب نمیدن دیگه. ای بابا دارم میگم خودم دیدم رفتن تو. یعنی پسرها شناختی شما؟ خوب که نه ولی شبیه محمد بود. شماره شاگردم یه بار دیگه بگیر ببینم کجاست. اگه بخوای میتونم این درو طوری بشکنم که مشخص نباشه. نه آقا در بشکنم چه معلوم میشه دیگه؟ مگه میشه در بشکنه معلوم نباشه؟ بالاخره کاری باید بکنیم دیگه خانم. این یخچالا رو چیکار کردی؟ تصمیم تو گرفتی؟ این پولی که شما میخوای برای ما نمیصرفه. اگه اوکی من دوتاشو با همون پول بار بزنم ببرم ها؟ شما یه دقیقه صبر کنید بعد تکلیف اونم روشن میکنیم. خانم سهرابیان درست میگم دیگه؟ سهرابیان. بله. بذار من این درو بشکنم حالا قضیه کندشه بره. راحت. خجالت نکشیدی جلوی غریبه سر صدا کردی؟ صدای جیغت همیشه توی سرمه. کارات همیشه همینه ها. شلوغ بازی، سر و صدا. انگار نمیفهمی تو چه وضعیتی ام. دخترمه. مثل تو باشم خوبه فقط به فکر شیطان فیطانم باشم. اونم از این پسر تربیت کردنت. 1000 نفر باید مراقبش باشن گم بالا نگیره. نه من نمیفهمم. من خرم. خودم انتر منتر تو کردم به حرفت پا شدم اومدم اینجا پشت در دارم بچه‌مو صدا میکنم. تو به جای اینکه مواظب پسرا باشی مواظب دخترت باش گردن مردم نیفته. نه عزیزم؟
میشم. به زبون خوش میگم بیا بیرون مارال، به درک اصلا. مامان مشکل تو اینه از اول همیشه فکر کردی با کتک زدن و گرفتن همه چی حل میشه. نه مامان نه، با این کارات چیزی حل نمیشه. دیگه کارات تکراری شد. من وقتی تصمیم میگیرم یه کاری کنم قبل از این که انجامش بدم میدونم واکنشت چیه. میدونم اگه بفهمی چی کار میکنی. روزایی که منو تنها میذاری میری بیرون میدونم وقتی برگردی اولین کارت اینه میری سطل آشغال آشپزخونه رو چک کنی ببینی آشغال سیگار هست یا نه. اگه نبود میای سر وقت اتاق خوابم. قبل از اینکه بیای خونه دم در وای میسی ببینی بوی سیگار میاد. میدونی سیگار میکشم، منم میدونم تو میدونی، اما باز میکشم. من میدونم میری آمار سیگار خریدن و از سوپری سر کوچه میگیری، اما باز از اونجا میگیرم. میخوام ببینم کی از این رفتارات دست برمیداری، کی خسته میشی. مامان بس کن مامان. چرا وقتی اونا اینجا بودن حرف نزدی؟ واسه این که بهت گفتم خبرش نکن خبرش کردی. بهت گفتم آبروریزی را ننداز. من که بهت گفتم کاری باهاتون ندارم، بیای بیرون. مامان مسئله من بیرون اومدن و نیومدن نیست. چی رو میخوای حل کنی آخه؟ فکر میکنی حل شدنیه؟ کی تا حالا به حرفات عمل کردی؟ کی تا حالا گفتی کاری نداری واقعا کار نداشتی؟ چرا فکر میکنی فکر تو درست‌تر از فکر بقیه است؟ چرا فکر میکنی همیشه حق با توه؟ همیشه راه حلت میدونی که گله